آرزو داریم جمعه خوب و پرنشاطی را آغاز کرده و با شادی به پایان رسانید. در آغاز برنامه امروز لازم است از تشویق‌های شما شنوندگان عزیز در مورد برنامه گلچین هفته تشکر کنیم. در هفته گذشته نامه‌ها و تلفن‌های فراوانی از شنوندگان گرامی داشتیم که ضمن اظهار لطف ما را در ارائه بهتر این برنامه راهنمایی کرده بودند. مثلا آقای مصطفی احمدی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران و آقای حسام قاهری سپاهی دانش از بخش خمام پیشنهادهای ارزنده‌ای داشتند که سعی می‌کنیم بنا به خواست و سلیقه شنوندگان بازوق در ساخت بهتر این برنامه بکوشیم. از شنوندگان عزیز خواهش می‌کنیم نظریات خودشان را با ما در میان بگذارند و با آدرس تهران صندوق پستی 3003 تولید رادیو واحد موسیقی برنامه گلچین هفته با ما مکاتبه کنند. برنامه امروز گلچین هفته را با صدای گرم مرضیه آغاز می‌کنیم. هفته گذشته خانم مرضیه ترانه اجرا کردند به نام آتشم زد که آهنگ آن را منوچهر لشکری ساخته و شعر آن را خانم سیمین بهبهانی سرودند و استاد جواد معروفی آن را برای ارکستر تنظیم کردند. ترانه آتشم زد با صدای خانم مرضیه اولین کار تازه‌ای است که در برنامه امروز گلچین هفته میشنویم.
چه کردم به زندگانی یارب که دل در آتش بلایی سوزد ترانه آتشم زد را با صدای مرضیه شنیدید. از کارهای دیگری که به تازگی در رادیو ضبط شده و در برنامه امروز میشنوید ترانه است بر روی یکی از غزلهای مشهور استاد شهریار به نام گذشت با صدای عبدالوهاب شهیدی. از گروه پایور تا کنون تصنیف‌های زیبایی در این برنامه شنیدیم و امروز هم ترانه گذشت را با صدای شهیدی از این گروه میشنوید.
گردش چرخ به کامم کردی، وای بخت به نامم کردی، خواجه بفروختیم صدره و به یکی حلقه غلامم کردی، به یکی حلقه غلامم کردی، باده به جامم کردی، باده به جامم کردی، باده به جامم کردی، باده به جامم کردی. برو ای دوست حلالت نکنم، زندگی را تو حرامم کردی، عمر هجران تو هم گشت تمام، لیک روزی که تمامم کردی، لیک روزی که تمامم کردی، باده به جامم کردی، باده به جامم کردی، باده به جامم کردی، باده به جامم کردی. یکی از کارهای جالب که به وسیله آهنگسازان انجام می‌گیرد، گرفتن ایده از موسیقی بومی ایران و بست و تنظیم آن برای ارکستر است. ترانه محلی بختیاری عزیزم سوزه را فریدون شهبازیان برای ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران در ایران ارج و مقام والایی دارد. یکی از برنامه‌های واحد موسیقی رادیو تهیه آهنگ‌هایی است بر روی آثار خوب و برگزیده شاعران متقدم و معاصر. نمونه‌ای که از این نوع کار در برنامه امروز خواهید شنید، آهنگی است در مایه دشتی از استاد جواد معروفی با شعری از دکتر پرویز ناتل خانلری به نام جانم می‌رود. این اثر را ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران به همراهی صدای خانم عهدیه اجرا کرد. نوازنده چیره دست ویولون ایرانی همه شنوندگان عزیز ما آشنایی دارد. در برنامه امروز از این نوازنده خوب قطعه‌ای در دستگاه سگاه برگزیده ایم که به همراهی سنتور منصور صارمی و ضرب جهانگیر ملک اجرا شده.
ایزدگاه را که بدیعی اجرا کرده بود شنیدید. سالها پیش بدیعی آهنگی به نام چرا ساخته بود که ضمن اجرای ارکستر یک بار هم برای تمرین بیشتر خواننده خودش ترانه را اجرا کرده است. برای اولین بار قسمتی از این ترانه را با صدای حبیب الله بدیعی پخش می‌کنیم تا دوستداران ویولون بدیعی صدای گرم او را هم بشنوند. شب بود و من سر در گریزم، وای مستی بود دلم. شب بود و من سر در گریزم، وای مستی بود دلم. از زندگان خسته بودم، با گریه پیمان بسته بودم، تا دیده از این مستی گشودم، در کوی تو بنشسته بودم، و گریه پیمان بسته بودم. غم تو من رهایی ندارم، به خدا من آشنایی ندارم. غم از دل من نرفته برون، کشیده دلم را به دام جنون. قسمتی از ترانه چرا را با صدای حبیب الله بدیعی شنیدید. از شما دعوت می‌کنیم که این ترانه را با صدای محسی بشنوید. شب بود و من سر در گریبان، غوغای مستی بود و هجران. شب بود و من سر در گریبان، غوغای مستی بود و هجران.
در یکی از برنامه‌های گذشته گلچین هفته صدای گرم مرشد مرادی را شنیدید. امروز غزلی از حافظ را با صدای مرشد مرادی میشنوید. با چون منی یاری کنم بر جای بدکاری چون من یک دم نکوکاری کنم. اول به بانگیم چنگونه آورد به من پیغام بر منجهد یک پیمانه می با من وفاداری کنم. دل بچه جان فرسود از او کار دلم نسود از او نامید نتوان بود از او باشد که دلداری کنم. عزیزی 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 گفتم گرین نکشودم زن طره تا من بودم گفت دامنش فرمودم تا با تو طراحی کنم. پشمین بوشتان خوب از عشق نشنیدم از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کنم. چون من جدایم اینشان مشکل بود یاری جانم. سلطان کجا عیش نهان با رند بازاری کنم. عزیز من نمانه بابا سهل است دگر بینم ستم از بند و زنجیرش غم. آی اون کس که یاری کنم عزیزم بابا آی با چشمی پر میرنجی حافظ مکن آهنگ کار تو رئی شفرنگ بسیار من کابری کنم. امان امان علی علی جوانم. نوای گرم مرشد مرادی را با غزل حافظ شنیدید. ارکستر سازهای ملی به تازگی ترانه‌ای با صدای گودرزی اجرا کرده است به نام بس کن دلا دیوانه مشو. آهنگ و شعر این ترانه
ساخته ابراهیم محسنی است. ترانه بس کن دلا دیوانه مشو را با صدای گودرزی میشنوید. دگر طاقت بیقراری دل نمانده مرا، غم ناشکیبا به سوی جنون کشانده مرا. بس کن دلا دیوانه مشو، با یادشم پیمانه مشو. بس کن دلا دیوانه مشو، با یادشم پیمانه مشو. مگر تو ندیدی به روز سیاهت نشاند و برفت، مگر تو ندیدی به دام گناهت کشاند و برفت. بس کن دلا با یادشم پیمانه مشو. بس کن دلا دیوانه مشو، با یادشم پیمانه مشو. نبینی دلم رنگ آسودگی که عمری سپردی به بیهودگی. دلا در همم پای رنگین زدی، همین یک بسم دام غمرودگی. بس کن دلا دیوانه مشو، با یادشم پیمانه مشو. بس کن دلا دیوانه مشو، با یادشم پیمانه
مشو. آخرین اثری که در برنامه گلچین هفته امروز میشنوید اجرای دیگری از رنگ ناز است که از ساخته های استاد علی نقی وزیری است و به وسیله گروه فرامرز پایور اجرا شده است. رنگ ناز را با اجرای گروه پایور شنیدید. در همینجا برنامه امروز گلچین هفته به پایان میرسد. تا برنامه آینده شما را به خدا میسپاریم.